از کار و مشغولیت دنیا خسته شدی؟ گوش کن یک لحظه. از خداوند طلبم زی عالم آن است که غم جهان نبینی، ره کلفت ندانی، دل خونچکان نبینی. با امید روزگاران ضرر بجان نبینی، به جمال نوبهارت نفس خزان نبینی. بگذار آن نفسی که از دل و جگر شما میبراید نفسی تازه با یاد الله و ذکر از او باشد. الها هر کجا باشی نگهبانت خدا باشد، حبیبت مصطفی باشد، کتابت جلد قرآن و حیاتت با صفا باشد. یک ایمان کامل، سلامتی بردوام تمنا میکنم از خدا برایتان. در حق ما نیز دعا را فراموش نکن. السلام علیکم.